ابتدای تأسیس بخش آرندی تصمیم بر این شد که راهبرد مشخصی برای این کار اتخاذ بشه و در کل به این جنبندی رسیدیم که ما باید به این موضوع از دو جهت بپردازیم. زاویه اول موضوعات مهندسی بودن که با اونها سر کار داشتیم و اونها رو در 3 بخش دسته‌بندی کردیم. اول از دید مکانیکی و طراحی قطعات بود، دوم علم مواد و انتخاب متریال قطعات بود و نهایتاً بخش مهندسی برق اون بود که برای تحلیل‌های الکتریکی و الکترومغناطیسیمون به اون نیاز داشتیم. زاویه بعدی مراجعی بودن که ما برای کسب اطلاعات در دسترس داشتیم. مرجع اول و مهمترین مرجع مراجعه به محیط دانشگاهی و در واقع اساتید مجرب و دانشجویان مهندسی خوش‌ذوق بود که کمک بسیاری تو این زمینه به ما کردن. مرجع دوم کتاب، مقالات علمی و مراجع اینترنتی بودن که اطلاعات خیلی مفیدی از اونها هم کسب کردیم و در نهایت مشاوره هایی که ما از صنعتگران ماهر و مجربی تو این زمینه گرفتیم که چه در داخل ایران بودن و چه در خارج ایران. بسیار اوقات ما اینها رو با تحقیقاتی که از اینترنت می‌کردیم پیدا می‌کردیم و با مراجعه حضوری مشاوره‌های خیلی خوبی از ایشون گرفتیم. در نهایت تمامی این اطلاعات منجر به ساخت محصولات با کیفیت این شرکت شد که همکنون در صنعت ذوب بسیار کاربردی شده.